سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت بکنیم. یه موضوع خیلی مهم برای بدنسازها، چیزی که حتما باید در نظرش بگیرید اگر که میخواین درصد چربی بدنتون رو پایین بیارید و درصد عضلانی رو بالا ببرید. اون نکته مهم طبیعتاً چیزی نیست جز پروتئین. امروز میخوایم با هم در مورد محاسبه میزان پروتئین مورد نیاز هر فرد صحبت بکنیم. یعنی در پایان این ویدیو هر کسی میتونه برای خودش مشخص بکنه که به چه مقدار پروتئین نیاز داره. یه ورزشکار بدنساز حواسش هست که همیشه توی هر وعده غذایی 3 ماکرو اصلی رو توی بشقاب غذاییش داشته باشه. ماکروها یا همون درشت مغذی چیا هستن؟ اولیش کربوهیدراته، دومیش پروتئینه، سومیش فت یا چربی هستش. امروز من در مورد کارب و فت صحبت نمی‌کنم، فقط می‌خوایم در مورد پروتئین صحبت بکنیم. تا فهمیدیم که پروتئین یکی از درشت مغذی هاست، یکی از ماکروهاست و بدن ما 100% اون احتیاج داره. اصلا فارغ از اینکه حالا ورزشکار هم هستیم یا نیستیم، یه بدن برای فانکشن کردن به پروتئین احتیاج داره. برای محاسبه پروتئین مورد نیاز هر فرد ما باید وزن اون فرد رو در نظر بگیریم و در یک ضریبی اینو ضرب کنیم. این ضریب یه رنجی داره، یه طیفی داره که از 8 شروع میشه تا 2.2 میرسه. 8 1 1.2 1.6 1.8 2 و 2.2. فرقی نمیکنه آقا باشین یا خانم باشین، ضریب شما توی این رنج قرار میگیره. بعد بیایم ببینیم کدوم رنج برای کیه و هر کسی مطابق با بدن خودش اون ضریب مورد نظرش رو برداره. از اولی شروع میکنیم. بیایم در نظر بگیریم که شما یه فردی هستین که اصلا ورزش نمیکنید. صبح میشین با ماشین میرین سر کار، با ماشین میرید خرید، با ماشین میرین خونه، با ماشین همش تردد دارین، ورزش، پیاده روی، اینا اصلا کلا توی زندگی نیست که امیدوارم همچین چیزی نباشه. ولی حالا اگر جزو این دسته هستین، شما یه بدنی دارین که به مینیمم میزان پروتئین احتیاج داره، چون طبیعتا شما درصد عضلانی بالایی ندارید. به هر حال هر بدنی حتی اگه ورزش هم نکنه یه درصدی عضله داره دیگه. حالا ممکن درصد عضلانیش از درصد چربیش کمتر باشه، اما به هر حال عضله داره. برای همچین آدمی ما 8 یا رندش میکنیم 1 رو در نظر میگیریم. این 1 دیگه کف ماجراست، یعنی دیگه از این کمتر واقعا بدن نباید پروتئین دریافت کنه، چون دیگه اصلا فانکشن نمیتونه بکنه. حالا ما میایم یک استپ به این آدم اضافه میکنیم و فرض میکنیم که این فرد کسیه که ورزشی نمیکنه، باشگاهی به اون صورت نمیره، همون سر کار و خونه و اینا رو همه رو با ماشین این ور ور میره، ولی مثلا متعهده که حالا حتما یه پیاده روی هر روز انجام بده، نیم ساعت 1 ساعت پیاده روی بکنه. این وسط گاهی اوقات 4 تا حرکت کششی و اینا هم میکنه. خب این آدم که در واقع جزء دسته‌بندی گروه 2 ما قرار میگیره، به طیف دیگه از این ضرایب پروتئین احتیاج داره. ما به این آدم میریم ضریب 1.2 رو میدیم. به اون اولی که هیچ فعالیتی نداشت 8 تا 1 رو دادیم. به نفر دومی که یه پیاده روی داره یا 4 تا حرکت کششی انجام میده، ولی خب مثلا اونجوری ورزش و جیم و باشگاه و اینها نمیره، میایم ضریب 1.2 رو میدیم. گروه سوم چه گروهی هستن؟ اینا گروهی هستن که علاوه بر این که حالا هم پیاده روی دارن، هم مثلا 4 تا حرکت کششی انجام میدن، میان هفته 2 تا 3 جلسه باشگاه میرن. مثلا میرن پیلاتیس کار میکنن یا با ریفورمر، با دستگاه ریفورمر کار میکنن، یا میرن کلاسای بادی پامپ. پس ضریب مورد نیاز کسی که 2 تا 3 جلسه میره ورزش میکنه، یک ورزش متوسطی داره، کلاسای گروهی باشگاه رو شرکت میکنه، ضریبی که باید وزن خودش رو ضرب کنه میشه 1.6. میرسیم به گروه 4. اینا کسایی هستن که میرن یه مثلا مربی دارن، ازش برنامه ورزشی میگیرن، خیلی مصمم، مثلا 4 تا 5 جلسه میرن باشگاه، تمرین میکنن، منظم تمرین میکنن، حالا اون وسط پیاده روی یا تمرینات کاردیوی خودشون رو هم دارن. اینا لول ورزشیشون خب یه خورده بالاتر از گروه قبلیه که بین 2 تا 3 جلسه حالا کلاسای گروهی باشگاه رو شرکت میکنن، به دلیل اون فشار و استرسی که روی ماهیچه‌های بدن وارد میشه حین تمرین. از این لحاظ دارم مقایسه میکنم. مثلا موضوع کم ارزش کردن کار
کلاس‌های گروهی نیست. موضوع اینه که طبیعتاً تو کلاس‌های گروهی یه رنجی در نظر گرفته میشه که برای اکثر افراد قابل انجام باشه. توی برنامه شخصی مربی به اون فرد بر اساس بدن خودش برنامه میده، در حالی که اون بدن داره در ماکسیموم حالتی که میتونه داره تمرین میکنه. پس اینها میشن گروه چهارممون و ما اینجا براشون ضریب 1.8 رو در نظر میگیریم. این میشه یه لول بالاتر، 1.8 رو در نظر میگیریم. گروه آخر گروهی هستن که ضریبشون میشه 2 یا 2.2. اینا دیگه اصلا مخاطب این ویدیو نیستن. اونا الان تو جیمن دارن تمرین میکنن. کسایی هستن که معمولا بین 5 جلسه 6 جلسه گاهی اوقات بیشتر در هفته تمرین میکنن، خیلی سنگین، خیلی حرفه‌ای و دیگه اونها ضریبشون بالاتره. اونا میشن گروه آخر که اون دوتا ضریب 2 یا 2.2 رو استفاده میکنن. خب این از ضرایب مشخص شد. پس الان هر کسی میدونه حدوداً با توجه به اون تمرینات ورزشی که داره، سطح ورزشی که داره و فعالیتی که داره توی کدومی که از این دسته‌بندی قرار میگیره و ضریبش چنده. حالا کار بعدی که باید بکنیم اینه که وزنمون رو به کیلوگرم ضرب در این ضریبی که به دست آوردیم بکنیم. یعنی هر کسی متناسب با خودش. بر فرض من 60 کیلو اگه باشم و مثلا خیلی ورزشم محدود باشه، 60 رو ضرب در 1.2 میکنم. میشه چند؟ میشه 72 گرم. این میشه چی؟ میشه 72 گرم پروتئین مورد نیاز برای بدن. آیا 72 گرم پروتئین معادل 72 گرم گوشته که به ما 72 گرم پروتئین میده؟ خیر. جواب ساده خیر. هر 100 گرم گوشت آیا 100 گرم پروتئین داره؟ خیر. هر 100 گرم مثلا گوشت قرمز حدوداً 27-8 گرم پروتئین داره. هر 100 گرم سینه مرغ 30 گرم پروتئین داره. پس اگه مثلا من کسی هستم که 60 کیلو هم و ضریبم 1.2 و جوابش شد 72 گرم پروتئین احتیاج دارم، این به معنی اینه که برای 72 گرم پروتئین گرفتن من باید روزانه 240 گرم گوشت، مثلا گوشت سفید سینه مرغ مصرف بکنم، 120 گرم نهار، 120 گرم شام گوشت بخورم که اون مجموع پروتئینی که میخوام رو دریافت بکنم. اینجاست که ما احتیاج داریم از پروتئین وی استفاده کنیم. این عدد، این ضریب برای 1.2 بود، یه ضریب خیلی پایین. وقتی شما ورزش میکنید ضریب 1.8 پروتئین بیشتری میخواید و خب طبیعتاً شاید نتونی در هر وعده مثلا بیشتر از 100 گرم گوشت بخوری. حالا بعضی اشتها ندارن، بعضیا کلا اصلا گوشت دوست ندارن. اینجاست که پروتئین وی میاد تو کار. باعث میشه که شما با یه اسکوپ خیلی راحت 30 گرم پروتئین تر و تمیز دریافت بکنید که این خودش کمکی میکنه که اون مجموع پروتئینی که احتیاج داری تأمین بشه. حالا اگه اجازه بدید من الان اصلا وارد بحث پروتئین وی و اینا نمیشم. فعلا فقط میخوایم متمرکز توی این ویدیو در مورد محاسبه مصرف پروتئین بمونیم. فقط این رو یه گوشه ذهنتون داشته باشید که کسی که ورزش میکنه و ضریبش بالاست 1.6 1.8 2 یا حتی بالاتره دیگه نمیتونه، همیشه نمیتونه با مواد غذایی شاید پروتئین مورد نیازش رو تامین بکنه. هرچند که ترجیح بر تامین پروتئین مورد نیاز اول از مواد غذاییه، اما جایی که نشه ما از پروتئین وی که خیلی منبع خوبیه، این حداقل تا الان طبق شواهد منبع خوبی بوده و هست، کمک میگیریم تا اون یک مکملی باشه، کمک کننده باشه که پروتئین ما تامین بکنه. به نظر من سیف ترین ضریب 1.8. شما وزنتون رو ضرب در 1.8 بکنید و توی اون میزان پروتئین مصرف بکنید. توی روند کاهش چربی بدن خیلی پروتئین مهمه. از پروتئین خوردن نترسین. فکر نکنید این پروتئین بیشتر بکنید بالکی میشه. حالا طبیعتا اگر که دارین کار تخصصی تر میکنید، مثلا حجمین، کاتین یا هر چیزی، با مربی خودتون میتونید مشورت کنید و بهتون جواب دقیق تری با توجه به شرایط خودتون بدن.
خیلی تاکید دارم که این ویدیو مشخصا در مورد محاسبه پروتئین بمونه، همین شناختن ضریب‌ها و وارد مسائل حاشیه‌ای دیگه نشیم. حاشیه‌ای نه که بی اهمیت، به معنی اینکه از این موضوع خارج نشیم و من تو ویدیوهای بعدی که میسازم مثلا بیام در مورد این برای شما میخوام توضیح بدم که اصلا ما چه نوع پروتئین وی بخوریم، اصلا پروتئین وی چی هست، چرا ما میگیم برفرض اگه حتی شما تو دوران کاهش وزن هستین، اگر تو دوره کاهش درصد چربی بدن هستین، پروتئین رو اتفاقا خیلی جدی بگیرید. مراقب خودتون باشین. من شما رو توی یه ویدیوی دیگه مختصر و مفید در مورد پروتئین خواهم دید. روزتون بخیر، شبتون بخیر، هر جا که هستین.